بسم الله الرحمن الرحیم. به توکل نام عظمت بسم الله. عرض سلام و احترام خدمت دانش آموزان عزیز. محمد رضا اجباوی هستم. اینجا پرش نتایج کنکور اومد و خیلی از شماها درگیر این هستید که آقا این ترازه چیه؟ این انتخاب رشته رو چجوری انجام بدیم؟ رتبه ها چجوریه؟ و هزاران سوالی که توی ذهنتونه. توی این ویدیو میخوام تراز رو توضیح بدم. اصلا این تراز چجوریه؟ رتبه هاتون قراره چجوری بشه؟ و از همه مهمتر قراره چجوری انتخاب رشته کنیم. قبل اینکه شروع کنم میخوام یه دقیقه تایمتو به من بدی. دوست عزیزی که الان کنکور رو داری ترازت اومده دیگه کاری نمیتونی بکنی، سعی کن تو این تایم کم وقت بذاری تا انتخاب رشته تو درست انجام بدی. انتخاب رشته میتونم بگم مهمترین تصمیم زندگیته، حتی از ازدواج کردن هم مهمه انتخاب. حالا در ادامه به توضیح میدم چه کار کنیم. اول از همه بریم اولین سوالتون که آقا این تراز چجوری حساب میشه رو رفع کنیم. با من همراه باش. تراز یه فرمولی داره. فرمول تراز چیه؟ اون فرمول تراز میشه اون نمره خامی که شما میگیری منهای x بار که میشه اون میانگینه. S هم میشه انحراف از معیار یا انحراف استاندارد یا خودش هم یه فرمول دیگه ای داره. این ترازیه که شما حساب میشه. حالا نگاه کن اینا به چه چیزهایی بستگی داره. من تو اسلاید بعد میگم، بعد روی فرمول با هم میریم ببینیم. به تعداد شرکت کننده ها بستگی داره که آیا افراد قوی تو اون شرکت کننده ها حضور داشتن یا نه، و افراد تماشاچی که اصطلاحا ما میگیم میان اونجا میشینه ساندیسشو میخوره میره، میاد هیچ کاری نمیکنه، یعنی هیچی پر نمیکنه، خالی میذاره. حالا ببینیم چه تأثیری میتونه داشته باشه. تو این اسلاید ببین، اگر تعداد شرکت کننده ها بالا بره طبیعتاً خب رنجی که استفاده میشه و اون تماشاگرها بیشتر باشن میانگین کل کشور کم میشه. آقای اجباوی بیشتر توضیح بده. فکر کن آقای اجباوی درصدش شده چند؟ مثلا 60 منهای درصد میانگین کشور با تعداد شرکت کننده کم حدوداً شده مثلا 30%. ولی اگه تعداد شرکت کننده بره خیلی بالا و افراد تماشاچی زیاد باشه میانگینش میشه 20%. 60 منهای 30 صورتت میشه 30، 60 منهای 20 صورتت میشه 40. پس تراز شما به افرادی که شرکت میکنن در کنکور تأثیر داره. تراز شما تو امتحان نهایی افرادی که شرکت میکنن سر جلسه توی هر آزمون تأثیر داره. تراز کنکور دیماه یه عدده، کنکور تیرماه یه عدده، سال بعد کنکور اردیبهشت یه عدده و کنکور تیر ماه مجددا یه عدده. اینا خیلی نکته مهمیه. این از این. خب دومین موردی که تاثیر داره چیه؟ سختی و آسونی سوالات. خب این یعنی چی سختی و آسونی سوالات؟ بچه‌ها سختی و آسونی سوالات یعنی این که اگر سوالات ساده باشه خب میانگین میره 70%، 80%، همینجوری میره بالا و بالاتر، مثلا 60%، 40%. اگر سوال آسون باشه همه بتونن بزنن، مثلا میانگین کشور شده 50. اینجا میشه x منهای x بار، یعنی اون میشه 60 منهای 50. اگر میانگین سوالات خیلی پایین باشه، یعنی به این صورت که میانگین کشور پایین باشه، خب طبیعتا هرچی درصد تو بالاتر باشه ترازت هم بیشتره و این خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. پس حواست به این موضوع هم باشه. پس تراز و حواست باشه که اینجوری محاسبه میکنن. و در آخر اختلاف نمره شما از میانگینه. بچه‌ها این که اون میانگین رو براتون گذاشتیم اونجا. و یه نکته دیگه، آیا اجباوی تراز منفی داریم؟ اصلا ابدا. بچه‌ها چیزی به عنوان تراز منفی نداریم. اینا من بهتون میگم، یعنی هیچکی نمیشه ترازش منفیه مثلا 100. تراز به هیچ شما منفی نیست. یعنی حتی اگر شما اختلافتون هم از اون میانگین هم کم باشه تراز منفی نمیتونه باشه. اختلاف نمره شما از میانگین هم خیلی مهمه تو تراز کل. آیا اجباوی مثال بزن. بچه‌های گلم فرض کنید یکی همه رو 30%، 40% زده. تراز این خیلی میتونه بالاتر باشه تا یکی یه درسی رو 100 زده، 2 تا درس رو 0 زده. پس خوب به این نکته توجه کنید. مهم تراز اینه که تو همه درس‌ها شما میانگین رو بتونی داشته باشی. پس هرچی اختلاف نمره شما از میانگین کمتر باشه خب به نفعته. هرچی اختلافت بیشتر باشه، بیشتر از اون میانگین باشه، طبیعتا رشد تراز داری، کمتر باشه پایینتر میشه. ولی اگر یکی رو 100 بزنی، یکی رو 0 بزنی، طبیعتا نتیجه خوبی رو نخواهی گرفت. این نکته ای که خب خیلی مهمه که شما باید داشته باشید. این از
حالا چند تا مثال برای درک بهتر تراز براتون میزنم. اینجا رو ببینید. اونی که کنکور 100% زده، فرض میکنیم ماکس تراز 14000، معادلش میشه چی؟ اونی که امتحان نهاییش مثلا 20 شده تو هر درس. خب پس 100 کنکور مثل 20 نهاییه، میشه 14000. اونی که کنکور مثلا 80 زده، این حدودیه، یه امتحان متوسط. حالا اگر آیج ببین امتحان ساده بود، این 80 شاید بشه 11000. اگر امتحان مثل ریاضی پارسال یا ریاضی 1400 سخت بود، این 80 تراز مثلا 12000 هم شاید بده، 13000 هم بده. اگر آسون بود شاید اصلا این تراز 9800 بشه 5000 6000. پس این نکته مهمیه. اگر امتحان نهایی شدی 14 انگار مثل 66 و 500، و اگر امتحان نهایی مثلا شدی 2 خدایی نکرده که همین چیز غیر ممکنه، کنکور هم مثلا زدی 5% ترازت میشه 4100، یا کنکور زدی منفی 33، هر چیز دیگه. پس معدل شما هم تو همین فرمول میره، یعنی تو فرمول تراز میره هر درس، بعد هر درس رو دوباره ضرب در ضریبش میکنن، جمع میکنن، تقسیم بر تعدادش میکنن. پس خیلی مهمه برای تراز تعداد شرکت کننده چند تاست و سختی و سوالات آسون و انحراف شما از میانگین، که هرچی انحراف شما از میانگین کمتر باشه طبیعتاً بهتر خواهد بود. این از این روندی که آقا چجوری ترازها رو ما میتونیم حساب کنیم. من اینجا چند تا مثال براتون کارنامه آوردم، ببینیم. کارنامه اولی که اینجا آوردیم برای یک از بچه‌های ریاضیه. خب ریاضی 10، فیزیک 12، شیمی منفی. نمره کل آزمون اختصاصی 6400. اول از همه این تراز چجوری؟ متوسط، یعنی اونقدر عالی نیست، متوسط روی بالا. ولی چیزی که خب خیلی نقطه قوتش بوده ریاضی 10 بوده. ریاضیش خیلی سخت بوده، کسی ریاضی 10% زده آوردتش بالا. ولی شیمی خب ببین دورش کرده. این اگر شیمی رو 0 میزد، شیمی 10% میزد، تراز 6400ش به جرئت میتونم بگم بالای 7000 بود. این خیلی نکته مهمیه. حالا تو دروس اختصاصی ببین زبان تخصصی سی، ترازی که بهش داده 7587. خب به طب تو زبان تخصصیش این بهتر عمل کرده و معدلی هم که از آموزش پرورش گرفته 6091. آقای آجبابی چجوری حساب میشه؟ تراز نهایی ضرب در 14 الان میشه به علاوه تراز آزمون اختصاصی ضرب در 16. پس یه بار دیگه توضیح بدیم. اگر میخوای تراز تو حساب کنی، نهایی تو ضرب در 14 کن، پایانی تو ضرب در 16 بکن. سالهای بعد چی میشه آقای آجبابی؟ سال بعد میشه 50-50. سال بعدش میشه 60-40. همینجوری میره بالاتر که فعلا رو 60-40 میمونه. دو سری کارنامه دیگه هم با هم ببینیم اینجا. خیلی جذابه. کارنامه این فردی که رشته ریاضی داده. ببین تراز 8000 بد نیست، خوبه دیگه. با چه میانگینی؟ البته این ببخشید این برای بچه‌های تجربی بود. 8000 برای چه میانگینی؟ نیا کن. زیستش رو 31 زده، 17%، 34%، ریاضی 11%. اونی که میخواد پزشکی قبول بشه ترازش حدوداً باید 10000 باشه. یعنی اگر ایشون فیزیکو 30 میزد، 35 میزد، ریاضی هم 35 میزد، تراز امتحان کنکورش قطعاً بالای 10000 بود و پزشکیش 100% بود. اینجا من میخوام الان اینو بگم، بعد یه صحبتم با شما بکنم چون خیلی نکته مهمیه. میخوام یه دقیقه وقتتون رو در اختیارم قرار بدید که اون صحبت رو بکنم. اینجا این ترازش اینجا 8056 و ترازش هم 8033. اگر میانگین 30 میزد این 10000 بود. میخوام اینجا این نکته رو بگم. بچه‌ها دیگه گذشت کنکورهای ساده. سال 80 دهه 80 کنکورهای حالا قبل از سال 90 به خصوص فقط جایگذاری بود، یه سری فرمولا بود. نفر اول کشور خیلی صد داشت. من خودم شاگردم سال 95 که همون تک رقم میشد 2-3 تا 100 داشت، 3-4 تا بالای 80 داشت. اصلا زیر 80 من یادم نیست داشته باشه، 1-2 تا درس، بقیه 90-100 بودن. ولی امسال دیگه رتبه‌ای که اینجا میبینیم دیگه تو میانگین 40 باشه قطعاً پزشکی رو میاری. پس این خیلی نکته مهمیه، تو باید میانگین بگیری
ببین اصلا هدف من از امروز اینه که بچه دهم 11 تراز رو بفهمید. الان باز خیلیاتون میذارید آقای بابایی زیست ضریب 12 داره، من میخوام بخونم اصلا این چیزی. ببین عزیز من، تو باید همه رو به این میانگین برسونی تا به اون رتبه برسه. اوکی، زیست رو بیشتر بخون، جمع‌بندی کن، ولی یه درسی رو ول نکنید بچسبید فقط به یه درس دیگه. آقای آجوی من شیمی دوست ندارم، من ریاضی دوست ندارم. این دوست عزیزمون که الان 8000 شد، اگه ریاضیشو صفر میزد هیچ فرقی با قبلیه نمیکرد، 6000 میشد. میخوام بهت نشون بدم دیگه. ببین ولی اگه همین ریاضیشو اگه 20 تا دیگه میزد روش، همین میانگینو داشت، قطعاً ترازش بالای 10000 بود. البته این نکته خیلی مهمه. این نکته خیلی مهمه. میخوام یه دقیقه الان باهات صحبت بکنم و این نکته رو بهت بگم. اون نکته چیه؟ این نکته اینه: البته اگر میانگینت 35-40 بود، ترازت بالای 10000 بود و پزشکی میشدی، خب فقط مال این کنکور بود. کنکور بعدی معلوم نیست. من میخوام متوجه بشید تراز رو. این میانگین اگر 40 میزد، ترازش این میشد. اگر تو یک آزمون ساده این میانگین رو میزد، ترازش به جای 8000 قطعاً 6000 بود. اگر یه امتحان خیلی سخت‌تر بود، از کنکور پارسال سخت‌تر، این میانگین درصد شاید همون تراز 10000 رو بهش میداد. خوب به کلمات دقت کن. تراز به تعداد، سختی آسونی و انحراف از میانگین بستگی داره. این 3 تا کیوردیه که باید تو ذهنت داشته باشی و خیلی مهمه. آیا حاج بابایی یه مثال دیگه هم برام میزنی؟ من تمام درصدام، یه باگی بود که خیلی ها میپرسیدن، من تمام درصدام از دوستم بیشتر بود ولی تراز اون بیشتر بود. چرا؟ خوب دقت کن. چون امتحان دیش اون بهتر از تو داده بود. چون سازمان سنجش تو اون پارت فقط و فقط بهترین ترازتو میذاره. اگر تو یک علوم یا تجربی شرکت کردی یا علوم ریاضی، نه علوم مشترک، مثلا یه دونه ریاضی دادی یه تجربی، نه، ولی اگه جفتشو تو یک رشته انتخاب کردی اون بیشترین رو برات میذاره. پس اینو یادت باشه. برای موفقیت همه درساتو باید با هم بیاری بالا که به یک میانگین برسی که از اون انحراف از میانگینه عقب نیفتی. بریم ادامه بدیم. در مورد تراز گفتیم، میریم در مورد انتخاب رشته. آقا ما برای خرید یک عدد لپتاپ چقدر تحقیق میکنیم؟ برای خرید یک عدد گوشی چقدر تحقیق میکنیم؟ الان میریم میپرسه که آقا سی پی یو چنده؟ آقا این چجوریه؟ این مثلا کورای 7 چجوریه؟ کورای 5 پردازشگرش چیه؟ اینتل چیه؟ رمش چنده؟ 6 4 صفحش تاچه غیر تاچه؟ آیا من اینو بگیرم بهتره یا یه ذره پولمو بیشتر کنم برم این مارکو بگیرم؟ یا میری تحقیق میکنی تو اینترنت، تحقیق میکنی از بازار، میری پاساژهای مربوطه، آقا این بهتره یا این مدل رو بگیرم یا اون مدل؟ خیلی میشینیم تحقیق میکنیم. یعنی شاید بالای برای خرید ساده شب بالای 10 ساعت 12 ساعت ما وقت بذاریم. ولی آیا برای انتخاب رشته هم ما تحقیق میکنیم؟ آیا وقت میذاریم؟ آیا سرچ میکنیم؟ جستجو میکنیم؟ بالا پایین میکنیم یا نه همینجوری میایم بسم الله الرحمن الرحیم من میخوام انتخاب رشته کنم؟ بعد بدترین اتفاق برای انتخاب رشته چیه؟ تایم کمه، تو وقت نداری، ماشاءالله جوم جوریه که همه از این رو به اون رو، این ور به اون ور، اینو برم اونو برم، این کارو کنم اون کارو کنم، رشته محور آقای حاج بابایی بزنم یا دانشگاه محور. خب ببین اینا همه هدفایی که باید داشته باشی. آیا مهندسی برق میخوام برم، برق شریف، امیرکبیر، تهران، خواجه نصیر، سمنان، مثلا اهواز رو بزنم، چمران اهواز و بوعلی همدان، یا آقای حاج بابایی بیام اینجوری کنم برق شریف، عمران شریف، آیتی شریف، بعد برق تهران، عمران تهران، آیتی تهران، بعد برق امیرکبیر، آیتی امیرکبیر، عمران امیرکبیر. من چی کار کنم؟ ببین اینا همه سوالاتیه که پیش میاد و خیلی از ما تو مسیر قرار میگیریم که اصلا دوست نداری، که حالا در مورد انتخاب رشته به توضیح میدم. ولی میخوام بگم که انتخاب رشته مهمترین تصمیم شماست. من بار اولم گفتم خدمتتون،
از تصمیم ازدواج هم مهمتره. انتخاب رشته مهمترین انتخاب شماست. شما مشخص میکنی که تو 4 سال آینده چی بخونی، بعدن تو چه فیلدی بری، دوستات تو چه فیلدی هن. پس اینو جدی بگیر. پس این یه نکته، میخوام فقط به این واقف بشی که انتخاب رشته مهمترین تصمیم زندگیته. خب حالا آیج با یه راه بده ما چیکار کنیم. بررسی رشته با توجه به این مثلث: علاقه، استعداد، شخصیت. این 3 تا پارامتریه که خیلی مهمه. خب یکم آقای آیج توضیح بده. اونی که دوست داری تجربی بری، اونی که دوست داری پزشکی بخونی، آیا دوست داری تو بیمارستان کار کنی؟ آیا فضای بیمارستان رو دوست داری؟ آیا از کشیک رفتن راضی هستی؟ آیا یه اصطلاح خودشون دارن پست کشیک، بعضی روزا شاید اصلا یه روز کامل تو بیمارستان باشی، توی پاویون، توی یک اتاق استراحت. آیا شب زنگ بزنن بیدارت کنن؟ اوکی. این از این. آیا اونی که آیتی میخونی کدزنی رو دوست داری؟ علاقه داری؟ بعضیامون هم خیلی رویایی فکر میکنیم، مثلا کدرا رو میبینیم الان مثلا توی یه کافه یه اپل یه مکبوک باز کرده داره کد میزنه، کنارش هم قهوه است. نه عزیزم، اینجوری نیست. کدزنی باید بلد باشی، کار کنی، تو دلش هم ریاضی داره. بقیه رشته‌ها رو اصلا چیزی میدونید نمیدونید، اصلا علاقه چیه، استعداد داری یا نه. من همیشه این مثال میذاشتم، اصلا استعداد خب خیلی مهمه. شما از یک ماهی قرمز، این ماهی قرمزایی که توی شب عید میگیریم تو سفره 7 سین میذاریم، دوست من تو ماهی قرمز ازش بخوا که از درخت بره بالا، میتونه؟ بدتر سرخورده میشه. ولی شما یه سنجاب بخوا بره بالای درخت، قرقی میره. این میشه اون استعداده. اگر استعدادی کشف نشه فایده نداره. الان فوتبالیستای مشهور ما، لیونل مسی، کریستیانو رونالدو، این دو عزیز خب یه استعدادی داشتن کشف شده، تو اون مسیره بوده دیگه. پس استعداد علاقه مهمه. بعد ببینی که میتونی ادامه بدی یا نه. طرف 30 سالشه میگه من میخوام مسی شم. طرف 30 سالشه اضافه وزن داره، مثلا 50 کیلو اضافه وزن داره، من میخوام مثل مسی شم. خب آیا همچین چیزی میشه دوستای من؟ نه. نمیتونه یه دریبل بزنه. اصلا خودم میگم، من فوتبال خودم افتضاحه بچه‌ها. من همیشه سر این که منو نکشن دعوا بود. من فوتبالم ضعیفه. ولی آیا باید برم الان مثلا رشته تربیت بدنی و فوتبال انتخاب کنم؟ من به همه بچه‌ها میگم برید دنبال علاقتون و استعدادتون. یکی از موزیسینه، استعدادش هم خوبه، بچسب تا ته برو. پول تو همه چی هست. بعضیا میگن آقا پول تو همه چی نیست. پول تو چیزی که استعداد داری هست. و از همه مهمتر شخصیته. سال پیش یه دختر اومده بود، رتبه خوبی هم گرفته بود، حقوق دانشگاه تهران قبول میشد. اومد تو برای انتخاب رشته. من خب شاگرد من نبود، یکی معرفی کرده بود. اومد تو اینجوری کرد آیاج بابی من میخوام با اجازهتون برم حقوق. دیدم یه دختریه که آروم، اصلا درونگرا بود، برونگرا نبود، اصلا تو فاز اینا نبود. بعد میخواست بره حقوق. جلوی 200-300 نفر باید حرف بزنه، حق یه نفر رو بگیره. بچه‌ها نمیتونه. اشل و شخصیت اونجوری نیست. حالا میتونیم کمکش کنیم. این سزل مثلث شخصیت رو میشه با روانشناس و جلسه رفتن اوکی کرد. اگر تو علاقه داری به حقوق و استعدادش هم داری، حفظیاتت خوبه و میتونی قانع کنی بقیه رو، ولی نمیتونی حرف بزنی، درست میشه. ولی اگر این دوتا رو نداری، شخصیتش هم نداری، اصلا هضم نمیشه. باید بدونی دوست داری بعداً فضای کارت چی باشه. این از این. پس علاقتون رو اینجا پیگیری کنید. 2. آینده پژوهی. آینده پژوهی خب خیلی مهمه. آینده پژوهی یعنی چی؟ 10 سال آینده من قراره چی کار کنم؟
من الان بهتون میگم 10 سال آینده دنیای آیتی خواهد بود، کدنویسی خواهد بود، رباتیک خواهد بود، محیط زیست خواهد بود. ما کمبود انرژی در کل دنیا خواهیم داشت. دنیا نیاز به رشته‌های مولتی دیسیپلین داره، رشته‌هایی که هم مدیریتی باشه هم فنی باشه، یعنی ترکیب اینا باشه. دنیا داره میره به سمت اینکه روانشناسی خیلی مهم میشه. دنیا میره به سمت اینکه همه یک مشاور داشته باشن. یا عالم الان کوچ هست. قدیما همچین چیزی نبود. من خودم سال اولی که شروع کردم مشاوره، اصلا شاگردی به این صورت نبود که بیاد سالانه مشاوره داشته باشه. ولی الان اگر شما مشاور نداشته باشید دچار مشکل میشید. دنیای آینده دنیای ایناست. رشته‌هایی که هست، مثلا توی پزشکی، خب علاوه بر خود پزشکی، حالا دندون، دارو، دام، چیزهایی که وجود داره، میشه بافت بدن رو اشاره کرد، اندامهای مصنوعی رو اشاره کرد و تو رشته‌های ریاضی مثل مهندسی انرژی رو اشاره کرد و قص الهازا. یا مهندسی آب، الان به یکی بگه آقا من میخوام مهندسی آب بخونم، زمان ما فکر کنم تا رتبه 20,000 هم میگیره، ولی الان شده 5,000. تا چند وقتی که مطمئن باش مهندسی آب خیلی شاید بهتر باشه. این کسی داره بهت میگه که کارش اینه و خودم تو این زمینه تخصص دارم. پس مهندسی آب، مهندسی کشاورزی، همین چیزایی که شاید از الان نگاه نکنی ولی خب آینده خیلی خوبی رو داره. پس سعی کن آینده پژوهی کنی، بگو که آقا کدوم رشته برای آینده خوبه، من چی کار میخوام بکنم. پس اگر آینده پژوهی نکنی فایده نداره و آینده پژوهی میکنی باید اینا هم داشته باشی، علاقه، استعداد. نه که بگی آقا چون آقای حاج بابایی گفته من میرم اون. نه، بعد علاقه هم داشته باش. این است. مورد بعد، نقد رو ول نکنید، نسیه بگیرید. مثال، خیلی از مشاوران عزیز میگن که نه تو برو شهرستان، رفتی شهرستان، من میارم تهران، میتونی انتقالی بگیری. بچه اصل و ابدا اینو کسی میگه که پلی‌تکنیک خونده، همین کبیران میخونن. هیچ کسی نمیتونه از یک دانشگاه پایین‌تر به راحتی بیاد دانشگاه بالاتر. شرایط خیلی پیچیده‌ای داره. سن پدر باید بالا باشه، مادر بالا باشه، توانمند نباشن، شما بیای ثابت کنی، هزار داستان دیگه داره. و اونم انتقال بگیری. اصلا من میگم انتقال بگیری، آخر تو مدرکت نمیخوره که امیر کبیر. یه عده دیگه میگن چی؟ برو رشته‌ای که دوست داری، مثلا برو مهندسی معدن امیر کبیر، مهندسی معدن شریف، مهندسی معدن تهران، معدل بالای 17 بگی جابجا میشی. من چند نفر دیدم با این دید رفتن و تا آخرم هم مهندسی معدن خوندم و اصلا هم دوست نداشته، نه علاقه داشته نه دوست داشته، فقط به این امید که میخواد معدنشو بکنه عمران. نکنید. این نکته خیلی مهمیه. پس نقد رو ول نکنید، نسیه بگیرید. این خیلی مهمه. تا میتونید جستجو کنید. آقا ماشاءالله نسل قوی هستید، نسل بروزی هستید. یه عالمه امکانات داریم، یوتیوب، آپارات، گوگل، چت جی پی تی. بابا استفاده کنید از ابزارها. سرچ کنید. انگلیسیتون هم قوی کنید تو این بازه. سرچ کنید. هرچی انگلیسیت بهتر، سرچت بهتر. ببین جاب های فیوچر آینده چیه؟ ما قراره چی کار بکنیم؟ این خیلی نکته مهمیه که شما باید اینجا داشته باشید. مورد بعد، رشته محور برم یا دانشگاه محور که توضیح دادم. آیا همش دانشگاه رو بزنم؟ آیا میخوای اپلای کنی؟ هدفت رفتنه؟ هدفت موندنه؟ میخوای چی کار بکنی؟ کدوم رشته خوبه؟ همه اینا رو باید سرچ کنی، جستجو کنی. بابا به خدا انتخاب رشته کاری نداره. من نمیدونم چرا اینقدر استرس داری. یه دفترچه رو باز میکنی، رشته ها رو میبینی، به ترتیب پر میکنی دیگه. فقط باید ترتیبش حواست باشه. بچه‌ها این سه تا پارامتر رو جدی بگیرید. حالا برای استعداد چجوری؟ یه سری آزمونای استعداد هست، میتونید بیرون بدید. مجموع پرش هم داره. برای انتخاب رشته هم خودم میتونم تک جلسه کمکتون کنم. این خیلی نکته مهمیه. این مثلثیه که خیلی مهمه و باید این مثلث رو داشته باشیم.
رشته محور یا دانشگاه. و حواست باشه 100 تا انتخابی که داری، حالا 150 تا هر چیزی که هست، به ترتیب میای پایین. هر جا وایسا تموم میشه دیگه. تموم شد و رفت. پس فاز انتخاب رشته گرفتی. من یه صحبت پایینی در 2 دقیقه باهات میخوام داشته باشم و اینو ببندم و نهاییش کنیم. خب عزیزان من، دانش آموزان خوب من، مهندسین، دکترهای آینده، نقاشهای آینده، موزیسین‌های آینده، همه چیزها لزوما مهندس و دکتر نه. میخوام اینو از ذهنتون بیرون کنید. اگر تو رشته‌ای بری که علاقه داری، استعداد داری و به تبع شخصیتش هم داری، قطعاً تو آدم موفقی هستی. قطعاً پروفسور سمیع رو می آوردیم بازیگر می‌کردیم نتیجه نمی‌گرفت و از اون طرفم آقای ایکس و زد و دبلیو رو به عنوان بازیگر ببریم جای آقای پروفسور سمیع، قطعاً نمیتونستن اون کارو بکنن. تو و تمام آدم‌های کره روی زمین آفریده شدید یک اثر داشته باشید و مهمترین اثری که میتونید داشته باشید اینه که تو بهترین راه خودتون قرار بدید. ببین دلت چی میگه، علاقت چیه. هر جا علاقه باشه، تلاش باشه، دیسیپلین باشه، پولم هست، موفقیت هم هست. و تصمیم خیلی مهمی رو داری میگیری. ترازو گفتیم ولش کن، دیگه میخوای چی کار کنی؟ اتفاق افتاده. ولی رو انتخاب رشته فکر کن. حتی به این فکر کن که رشته محبوبم دانشگاه آزاد یا رشته غیر محبوبم دانشگاه سراسری، یا دانشگاه پایین تر، شهرستان برم یا نرم. همه اینا رو بشین یادداشت کن، سبک سنگین کن، مشورت کن. بدون مشورت جواب نمیده. خیلی ممنونم که کنارم بودید. دوستتون دارم و بهتون از همینجا انرژی میدم. هر چیزی شد فدای یه تار موتون. فقط تا میتونید تو این تایم تحقیق کنید و منم به همراه عزیزان در کنارتون هستیم. اگر سوالی باشه پاسخ میدیم. فقط اینو یادت نره تو یک بار فقط زندگی میکنی و باید لذت ببری از اون زندگی کردن. دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. فعلا شب و روز بخیر. خداحافظ.